إعلاء السمام وما بين المسلمين وراءنا دامات مشاهد بحوشية شرحشو محمد العثماني دورهم على عثمان همه گیری شامی بکنیم همه قدلیل آوردگه چی باید؟ همه کتاب وقتی همون دسته شاخت بود در سپرمان باشد خیلی کتاب خیلی معنای ماسته نه اوما غیری مثلا آخه همین وقت دیگه همین مثلا مخالفان داره چیز ضرورت دارم نه خوب کتابای بسیار معنای مرجوح گفتن یعنی معنای ترک اولا و افضل همینطوری معنایی که باطل است حرام است مثلا بدعت هست این معنی رو دارم مرجوح مثلا مسخیریش قول مرجوح میگن امام اعظم مولانا ابوحی میگن اما کدام کتاب ترک مسخیریش در کتابای فقهی ترک کردن مذهب حنفی همه جور هست اگرچه قول مرجوح امام اعظم میگن مولانا ابوحی همین قول مسخیریش فقط معنی اولا افضل بنابراین فقها میگن اولا افضل میگن که هم غسل کنی هم مسح کنی خود جمع بین روایت‌ها شده از مختار برابر نمیشن به صاحب بدای سنه بدای برابر نمیشن وقتی که اونا اجازه دادن قانونا در پیش بره چه حسابه نخیر گفت و بوجبه معنی همون گفی من ندارم ترک اولا سربازی بهتر هم که عمل میکنم شو باید چیزی فهمید همه در دارالبحر و همینا اجازه دید بعد مسلمان ها فقط عربی کش کنن مسلمان ها فقط عربی کشی کنن دیگران همه کار رو صاحب شما باید غلامی به هوای مسلمان ها باید شما هم در دلیل راه رو